و از ابو امامه رضی الله عنه آمده است که میگویند که پای افضال بندی پای افضال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کنده شد. فاسترجع انا لله و انا الیه راجعون گفتن. بعد صحابه گفتن که مصیبتون یا رسول الله، مگر همین هم مصیبت است یا رسول الله؟ گفتن که ما اصاب المؤمن مما یکره فهی مصیبتون. هر چیزی که حاصل میشه، صادر میشه، یک حادثه میشد که مسلمان او را بد میبیند و مصیبت است. طبیعتی مسلمان که خیره شد این مصیبت است. امام قرطبی در تفسیر یک حدیثی را آوردن که چراغ میمارد، چراغ که خاموش شد البته طبیعتی آدم خیره میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم انا لله و انا الیه راجعون گفت. بعد پرسیده شدن که این مصیبت است، گفتن که بله، هر چیزی که طبیعتی بنده را خیره میکند این مصیبت است. گفت بنابراین در هر یک ناخوشی میتوانید این کلمه را گوید و به اجر عظیم و به عوض نیک مشرف گردید.